خوش اومدین به اپیزود 4 از کتاب زنانی که با گرگ‌ها می‌دوند. امروز میخوام درباره چیزی حرف بزنم که تقریباً هر زنی چه اینجا و چه اونور دنیا یه جایی از زندگیش لمسش کرده. این که کدوم صدا واقعاً مال منه، کدوم من واقعیمه. وقتی کلاریسا نویسنده کتاب فصل زن چند صدایی رو تعریف میکنه، میگه بعضی زنها نه یک زندگی که 5 تا زندگی همزمان دارن. واقعاً هم همینطوره. یه زن میتونه صبح مادر باشه، ظهر کارمند باشه، عصر همسر باشه، شب دختر خوب خانواده باشه و آخرش هم بشینه و فکر کنه من کجای این همه نقش خودم هستم. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که زن وحشی و گرگ درون شروع میکنن به صدا زدن ما. تو این بخش نویسنده داستان زنی رو تعریف میکنه که انقدر نقش‌ها و صداهای مختلف توی ذهنش هست که دیگه نمیدونه کدوم صدا از روحش میاد، کدومش از ترس، کدوم از جامعه و کدومش از وظیفه. این زن مثل هزاران زن دیگه یک جایی از زندگی خسته میشه، نه از کار زیاد، از اینکه خودش نیست، از خودش نبودن. انگار روحش توی اتاق پر از آدم گیر افتاده، هر کسی یه چیزی میگه. صدای مادرش میگه نکن، درست نیست. صدای همسرش میگه آروم باش، زیادی جلو نرو. صدای جامعه میگه خانم خوب اینجوری نیست. صدای زنهای فامیل میگه تو زیادی مستقلی. صدای ترس میگه نکن، خراب میشه. بین این همه صدای خودش بودن کم کم تبدیل میشه به یک نجوا، خیلی آروم، خیلی دور. این فصل دقیقاً درباره همین لحظه است. لحظه‌ای که زن خودش رو در میان نقش‌ها گم میکنه. بیایید صادق باشیم. زن‌های ایرانی شاید بیشتر از خیلی از جاهای دنیا چند پاره بودن رو تجربه میکنن. ما بزرگ شدیم با این جمله‌ها که آروم حرف بزن، بلند نخند، برای خودت نرو، تو دختر خوبی، زیادی لجباز نکن، برو سراغ چیزی که به درد زندگیت بخوره. و بعد وارد دانشگاه میشیم، یه صدای دیگه میاد، موفق باش، مستقل باش. و بعد ازدواج با رابطه زن باید کوتاه بیاد. توی گوشمون این همه صدای تناقض‌دار سالهاست داره داد میزنه. برای همین زن ایرانی خیلی بیشتر از معمول خود واقعیش رو فراموش میکنه. نه تقصیر خودشه، نه ضعفشه. این نتیجه فرهنگ، فشار و انتظاره. ولی رها شدن از این صداها ممکنه. این همون چیزیه که کتاب میگه. پیام نویسنده برای ما این هستش که زن باید یاد بگیره صدای خودش رو از صدای دیگران تشخیص بده، وگرنه زندگیش رو بر اساس رویای دیگران میسازه. و اینجا همون نقطه طلاییه. اینجا دقیقاً همون جاییه که تو به عنوان یک زن میتونی بشینی و از خودت بپرسی من چی میخوام؟ من واقعاً کی هستم؟ چون حقیقت اینه، صدای درونی زن وقتی شنیده میشه قدرت عجیبی داره. قدرت انتخاب، قدرت عشق، قدرت نگفتن، قدرت ساختن، قدرت رهایی. حتما ما هم خیلی وقتها شنیدیم از کسانی که میگن من یه جایی از زندگیم فهمیدم سالهاست دارم برای بقیه زندگی میکنم، نه برای خودم. وقتی یاد بگیری بین صدای ترس، صدای جامعه، صدای وظیفه و صدای روح فرق بذاری، زندگیت از این رو به اون رو میشه. این فصل از کتاب به ما میگه زن هزاران نقش داره، ولی فقط یک روح. این روح دوباره باید شنیده بشه. باید فهمید کدوم صداهای تحمیل شده است و کدوم صدای وحشی آزاد درونیه. زنی که صدای خودش رو میشنوه گم نمیشه و زنی که گم نمیشه هیچ کس نمیتونه محدودش کنه. شعری از مولانا اینطور میگه هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. منظورش اینه که همه فکر میکنن منو میشناسن، اما راز من فقط در درونمه و فقط خودم میتونم صدای اصلیم رو پیدا کنم. اگر این اپیزود رو تا آخر دیدی، پس تو هم یکی از زنهایی هستی که دنبال خود واقعیشه.
اپیزود بعدی یکی از مهمترین بخش‌های کتابه، جایی که میفهمیم چرا بعضی زنها زخمی میشن ولی دوباره از خاکستر بلند میشن، قوی‌تر از قبل، آزادتر از قبل. اگر دوست داشتی این مسیر رو با من ادامه بدی، اپیزود بعدی رو از دست نده. اگر دوست داری همین کیفیت رو ادامه بدیم، فقط بگو بریم اپیزود بعدی.